به نام خدا. حکایت خر برفت و خر برفت. روزی بود و روزگاری. یه درویشی خری داشت که سوارش میشد و از این آبادی به اون آبادی سفر میکرد. روزا مشغول گشتن بود و شبا هم اگه به خانقاه میرسید اونجا با درویشا به سر میبرد. اگرم نمیشد تو مسجد یا خرابه میخوابید و با خودش میگفت درویش هر کجا که شب بشه خونشه. چون درویش هیچ کسو نداشت و دستش هم از مال دنیا کوتاه بود، هیچ کاری هم بلد نبود و کارش این شده بود که تو آبادی‌ها شعرهای اخلاقی و مدح پیغمبر و امامو میخوند و با چیزایی که مردم بهش میدادن زندگی میکرد و تو عالم خودش خوش بود و خدا رو شکر میکرد. درویش به جز لباس ساده تنش از مال دنیا یه خر داشت که میتونست باهاش تو دنیای خدا گردش کنه و از بدی‌ها و خوبی‌ها عبرت بگیره. تو فکر خورد و خوراکم نبود. این میگفت دهن باز بیروزی نمیمونه و غذایی بخور نمیر از هر جا که باشه و تا هر وقت که قسمت باشه پیدا میشه. فقط یه دل وارسته و بیخیال میخواد که قصه دارم و ندارم و نخوره. یه روز درویش از یه بیابونی گذر کرد و خسته و کوفته و گشنه و تشنه با خر خودش به یه ده رسید. به اولین جوی آبی که رسید آب خورد و سر و صورتش شست و خرش هم سیراب کرد. بعد سراغ خانقاه رو گرفت. مردم یه باغو بهش نشون دادن و گفتن اونجاست. درویش رفت اونجا و دید که یه گروه از آدمای صوفی و فقیر اونجا هستن. درویش خر خودشو به طویله برد و یه کیسه کاهو تو آخر ریخت و تیمار خرشو به خادم اونجا سپرد. خودش هم پیش درویش رفت. بین خراباتی‌ها آدمای جور و جوری بودن. صوفی وارسته و درویش خسته و فقیر دل شکسته و رند زبان بسته و همه جور آدم. صوفیا به مهمون تازه رسید خوش آمد گفتن و درویشا خوش و خیر کردن. اما رندا که دیده بودن درویش غریبی خر داره و اونو به طویله برده، بیشتر از همه از دیدن درویش خوشحالی کردن و بهش احترام گذاشتن. یکی به رسم درویشا حق خو کشید و یکی دیگه اونو به بالای مجلس دعوت کرد. یکی دیگه گرم گرم احوالشو پرسید و نرم نرم اونو به صحبت مشغول کرد. ولی چند تای دیگه با اشاره کنایه همدیگه رو خبر کردن و از مجلس بیرون رفتن. اونا منتظر همچین اتفاقی بودن که یه غریبه بیاد و چیزی همراه داشته باشه که بتونن وسیله عیش و نوشی باهاش فراهم کنن. حالا درویش غریب یه خر داشت و اونو تو طویله بسته بود. دزدا و رندا همدست شدن و زود به طویله رفتن. خر درویشو بردن تو کوچه به یه رهگذر بیخبر فروختن و با پول اون هرچی خوردنی و نوشیدنی که دلشون میخواست خریدن و به خرابات برگشتن. اونا برگشتن به افتخار مهمون جدیدشون که همون درویش باشه. همه حاضرا رو به شادی و صفا دعوت کردن و گفتن صفای قدم درویش و عشق است. درویش از مهمان نوازی خراباتیا خیلی خوشحال شد. شام سنگین رنگین خوردن و شیرینی و شربت مفصلی نوش جون کردن. به رسم درویشا جشنی گرفتن و تعارفا و خوش آمدا بود که از هر طرف نثار درویش میشد. گرد و خاک لباسشو میتکوندن و دستشو میبوسیدن، به سلامتی مهمون عزیز حقو میکشیدن و جلوه درویشو از مولا طلب میکردن. کم کم صوفیا شروع کردن به شعر خوندن و دست افشاندن و پاکوبیدن و رقصیدن. بعد با اشاره رندا مطربم شروع کرد به آواز خوندن و ضرب گرفتن. چون مطرب موضوع خر رو میدونست، اولین چیزی که به ذهنش رسید همون بود. ضرب گرفت و با صدای بلند شروع به آواز کرد. شادی آمد، قصه از خاطر برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت. همه با مطرب هم آواز شدن و جواب میدادن خر برفت و خر برفت. درویش غریبم وقتی حال خوش درویشا رو دید خستگی از یادش رفت و به گمون این که خر برفت داستانی داره و مربوط به درویشای اونجاست، خودش هم با اونا هم آواز شد و شروع کرد به خوشحال کردن و از همه بلندتر میخوند خر برفت و خر برفت. یکی دو ساعت مجلس گرم بود و بعد از اینکه شب به نصف رسید همه خسته شدن. یه گروه رفتن یه گروه موندن. درویش هم که از راه رسیده بود و خسته بود همونجا یه گوشه خوابش بود. فردا صبح زود همه این خراباتی‌ها پی کار خودشون رفتن و درویش غریب دیرتر از همه بیدار شد. همین که آماده رفتن شد بیخبر از همه جا رفت خر خودشو از طویله برداره بره، ولی خر تو طویله نبود. درویش با خودش گفت شاید خادم خرابات خر رو سر آب برده. اما وقتی خادم اومد خری با خودش نیاورده بود. درویش از خادم پرسید پس خر من کو؟ خادم قیافه مسخره به خودش گرفت و گفت کدوم خر؟ درویش گفت یعنی چی؟ خری رو که دیشب بهت سپردم میگم.
خادم باز درویشو مسخره کرد و تو جوابش گفت ریش درازشو ببین. درویش عصبانی شد و گفت مرد حسابی این چه جور حرف زدنه؟ میگم خرمو بیار تو منو مسخره میکنی؟ مگه ما با هم شوخی داریم؟ زود باش خرمو بیار، میخوام برم. اگه خیال داری میخوای با دیوونه بازی منو دست به سر کنی، میرم پیش قاضی ازت شکایت میکنم، آبروتو میبرم. خادم جواب داد مسخره بازی رو خودت درآوردی آدم حسابی. پس اون همه شربت و شیرینی و غذای گرم و سرد که دیشب همه رو خوردن از کجا اومده بود؟ همشون از پول خری بود که فروخته بودن، مگه نبود؟ درویش گفت ای وای، خر من؟ کی به تو اجازه داد خرمو بفروشی؟ خادم گفت من نفروختم، رنده و دزدا فروختن. درویش گفت تو چرا خر رو بهشون دادی؟ مگه من صاحبش نبودم؟ خادم جواب داد آخه من که زورم بهشون نمیرسید. اونا 10 نفر بودن، زهر چش منو گرفتن، گفتن خر رو میبریم. اگه حرفی بزنی، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. منم از ترس جونم ساکت شدم. 2 نفرم اینجا گذاشتن تا من نیام تو. بله اینطوری شد که بعدش هم مجلس گرم شد و دیگه کسی به کسی نبود. درویش گفت برفرض که اینطور باشه، خر رو به زور از تو گرفته باشن. آخه مگه من اونجا نبودم؟ می‌خواستی 1-2 ساعت بعد به من خبر بدی که حداقل اونا رو بشناسم، پول خرمو ازشون بگیرم. خادم گفت درسته، منم 2 ساعت بعد که اونا مشغول عیش و نوش بودن اومدم تو رو صدا بزنم و از ماجرا با خبرت کنم. ولی وقتی اومدم دیدم خودت از بقیه بیشتر شلوغ کردی و از رفتن خرت خوشحالی میکنی و میرقصی، خر برفت و خر برفت میکنی. با خودم گفتم لابد به خاطر شادی مردم خوشحاله، از فروختن خرشم راضیه. تو به جای من بودی چه فکر میکردی؟ درویش گفت راست میگی، حالا فهمیدم، تقصیر خودمه که نفهمیده و ندونسته از رفتارشون تقلید کردم و با اونا هم آواز شدم. اگه از اول فکر میکردم که خر برفت یعنی چی، اینطوری نمیشد. حالا هم کاری از دستم ساخته نیست. تقلید کورکورانه من بود که تو رو هم به اشتباه انداخت. اگه خودم شعر اونا رو از همه بازوقتر نمیخوندم، خرم از دست نمیرفت. دوستای عزیزم، از اینکه تا آخر ویدیو همراه بودید ممنونم. لطفاً با لایک و سابسکرایب خوشحالم کنید و کانال شبگو رو به دوستاتون معرفی کنید. خوش باشید.